سلام. یه اتفاقی روز 26 آذر ماه رخ داد که خیلی نظام آخوندی رو تکون داد. اینجا در واشنگتن دی سی مراسمی برگزار می شود. نشستی با حضور سیاستمداران پیشین آمریکا، از وزیر خارجه سابق این کشور گرفته تا مدیر سابق روابط عمومی کاخ سفید. شرکت کنندگان در این نشست سرخوش از اغتشاشات در ایران یک دستور کار اصلی را دنبال می کنند: انتخاب یک رئیس جمهور برای مردم ایران. رئیس جمهوری که انتخاب کرده اند کسی نیست جز مریم رجوی. من میخوام سخنان خودم رو با به رسمیت شناختن رئیس جمهور منتخب یعنی مریم رجوی شروع کنم. بله، یه نشستی چند هزار کیلومتر دورتر از ایران تو واشنگتن برگزار شده، ولی تا 2 هفته حداقل بعدش میبینیم که توی رسانه و تلویزیون و نماز جمعه و سران رژیم همه دارن هنوز بهش واکنش نشون میدن. اخیر که خود مایک پومپئو در واقع حضور پیدا کرد و در واقع تقدیر کرد از سرکرده فرقه منافقین، به راحتی آب خوردن با همین رفتارها و تداومش اینگونه القا میکنن که جمهوری اسلامی انگار جلاده، انگار جمهوری اسلامی تروریسته، و بعد این گروه ها در واقع به عنوان ناجی معرفی میشن و ناجی مردم ایران معرفی میشن. سعی میکنن به مرور در یک بستری سعی میکنن که حداقل ابتدا در فضای بین المللی و نزد افکار عمومی جهانی از اینها یک چهره سفید بسازند، چهره‌ای که حامی در واقع مردمشه و اینگونه جایگزینش بکنند که یواش یواش مثلا اون رو به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی بخوان معرفیش بکنن. افرادی رو که منافقین انتخاب میکنن، همین آقای بولتون نمونهشه دیگه، می آمد در جلسات منافقین حضور پیدا میکرد، بعد شد مشاور امنیت ملی دولت ترامپ. یا این آقای پامپئو ممکنه بخواد نامزد ریاست جمهوری بشه برای سال 2024. حالا این واکنش‌ها برای چیه؟ مگه چه اتفاقی افتاده که نظام اینقدر جن جنون شده؟ مریم رجوی رئیس جمهور جدید ایران، البته با انتخاب سیاستمداران آمریکایی. 250 سناتور آمریکایی در نشستی در واشنگتن از برنامه‌های سرکرده گروهک منافقین حمایت کردند. اینکه صدا و سیمای دروغ آخوندی همه چیز رو جعل میکنه امر جدیدی نیست، ولی نگاه کنید که در همین نمونه چطور راست و دروغ رو با هم قاطی کرده تا نتیجه دلخواهش رو بگیره. جلسه برگزار شده، نه که نشده، اما تو این جلسه کسی توسط آمریکایی‌ها انتخاب نشده. مریم رجوی توسط شورای ملی مقاومت ایران انتخاب شده. کی؟ سال 1372 در یک نشست شورای ملی مقاومت ایران در 6 شهریور سال 1372 این انتخاب به اتفاق آرا صورت گرفت. دوره ریاست جمهوری ایشان پس از تصویب قانون اساسی جمهوری جدید در مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی و انتخاب رئیس جمهوری جدید ایران پایان می‌یابد. بعد همونجا گفته شده که نه به عنوان رئیس جمهور ایران، بلکه به عنوان رئیس جمهور دولت موقت برای انتقال قدرت از دیکتاتوری آخوندی به مردم ایران. نگاه کن، در توییتر در قسمت بیو هم همینو نوشته: رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت. برای اینکه توی این گپ بعد از سرنگونی تا انتخابات اوضاع کشور سر و سامون داشته باشه، یک دولت موقتی باید سرکار باشه که وظیفه اصلیش برگزاری انتخابات مجلس مؤسسانه. شورای ملی مقاومت که از 40 سال پیش داره برای سرنگونی رژیم آخوندی تلاش میکنه، برای بعد از سرنگونی هم فکر کرده، گفته که یک دولت موقت به ریاست مریم رجوی این کار رو انجام بده و این انتخاب هم هیچ ربطی به آمریکایی‌ها نداشته، بلکه از اون سال تا الان بارها و بارها هزاران شخصیت برجسته بین‌المللی حمایت خودشون رو از خانم رجوی و برنامه 10 ماده ایشون اعلام کردند. Say to the people of Iran and freedom-loving people everywhere around the world that all of us stand with Maryam Rajavi and all of us stand and support the goal of regime change. We've come together, Madam Rajavi, to publicly, proudly, and loudly profess
our support for you. Mrs. Maryam Rajavi has guaranteed all democratic values in her 10-point plan for a future-free Iran. We believe there is a democratic alternative to the mullahs, and the West should therefore support an organized opposition. I fully support Maryam Rajavi's 10-point plan to turn Iran into a secular republic based on democratic values. And I'm not sure how familiar people in this part of the world is with the Iranian opposition. And I don't think they know that a remarkable woman, Maryam Rajavi, is leading the democratic opposition. And I'm not sure that people understand that there is actually a very comprehensive 10-point plan for a more democratic Iran. Begin by recognizing President-elect Maryam Rajavi and her leadership. اگر به سایت مریم رجوی هم مراجعه کنید میبینی که این موضوع در صدها جلسه مطرح شده. بعد دروغ هم میخواهید بگید، یه چیزی بگید که با قوانین کشورهای دیگه همخونی داشته باشه. 250 سناتور آمریکایی در نشستی در واشنگتن. 250 سناتور؟ آخه این مملکت 100 تا سناتور بیشتر نداره. یه سرچ ساده هم می‌کردی میتونی اینو در بیاری که کنگره آمریکا 2 بخش داره، یک مجلس سنا، یک مجلس نمایندگان. برای اینکه این چیزا حالیش نیست که فکر نکنید که حالا یه اشتباه لپی مجری یا اشتباه تایپی خبرنویسشون بوده. نه، تو بخشای بعدی خبری هم عین همین خبر رو دوباره میخونن. 250 سناتور آمریکایی در نشستی در واشنگتن. وقتی تصمیم گرفته شده که خبر جعل کنن دیگه به فکت و واقعیت کاری نداره، چون میدونه که مخاطبش هم یک بسیجی گیج خورده است که هر چی بهش بدی در بس قبول میکنه. بعد بر همین اساس گزارش درست کرده که مثلا واکنش مردم چیه به این خبر جعلی. چند روز پیش در نشستی ضد ایرانی برخی مقامات سابق آمریکایی سرکرده گروهک تروریستی منافقین رو به عنوان رئیس جمهور ایران معرفی کردند. حالا خبرنگار ما به جمع مردم رفته تا نظر اونها رو درباره این تصمیم آمریکایی ها جویا بشه. یه خبر خوب برات دارم. بفرمایید. آمریکایی ها یه رئیس جمهور خانم برامون معرفی کردن. برای ما دستشون در نکنه. به نام مریم رجوی. آها نه، ما اونو نمیخوایم. بله، دیدید که چقدر هم اتفاقی فقط همین یه نفر توی خیابون بود و اصلا هم حواسش به دوربین و اینا نبود ها، یک دفعه با این سوال مواجه شد. البته اگر واکنش مردم رو میخوای به این نوع گزارش‌های ساختگی، ما هم فیلم داریم براتون، اما از دوربین‌های دیگه. رنگ ما صدا و سیمای ما، رنگ ما صدا و سیمای ما، رنگ ما صدا و سیمای ما. بله، میزان منفوریت این گزارشگر 23 رو نزد مردم میشه در این صحنه ها به خوبی دید. مختلف با نظرت محترم. حالا با این وضع همه تریبون‌های نظام شروع کردن به باد زدن همین خبر جعلی که آمریکا داره برامون رئیس جمهور انتخاب میکنه. دشمن میاد میدانداری میکنه، دشمن میاد برامون رئیس جمهور درست میکنن. خیلی خوشمزه است، گره داره، خنده داره. مثلا پومپئو وزیر خارجه قبلی آقای مثلا کی، مثلا میگم از 50 سال قبل تا حالا دارم بیشتر چوب میخوریم بابت اینا. عرض کنم واقعا اینا رو میارن به ما رئیس جمهور ملت بزرگ ما که 300,000 شهید دادن، آره جلو میندازند و زنده باد مرده باد میگن، مثل پادگان نظامی از اینا دفاع میکنه. که حالا چرا دارن این خبر رو به این شکل هی باد میزنن؟ چون 4 روز بعد از اون جلسه واشنگتن خود خامنه‌ای به صحنه اومد و به کل نظام هشدار داد که اگر نجنبیم کلامون پس معرکه است، چون مجاهدین دارن میزنن و میبرن. ما بایستی دستگاه‌های فرهنگی ما، دستگاه‌های رسانه‌ای ما، عناصر هنری ما این قضیه رو بایستی نگه دارن، بزرگ کنن، ترسیم کنن. کدوم قضیه؟ ما تو این زمینه‌ها کوتاهی داریم. ما در قضیه رسانه و تبلیغ و ترسیم و واقعیات کوتاهی داریم. خیلی از جوانهای ما و شما
قضایای 20 سال قبل رو نمیدونن، قضایای منافقین رو نمیدونن. حالا شما جوونا که اینجا هستید، هر کدومتون تو کار هنر، تو کار رسانه، تو کار تبلیغ، تو کار نگارش دستی دارید، یادتون باشه که اینا جزو وظایف حتمی ماست. چرا خامنه‌ای داره میگه کم کاری دارن؟ تو که برای شیطان سازی از مجاهدین چیزی کم نذاشتی. این همه فیلم ساختی، مستند ساختی، سریال ساختی، نماز جمعه، نمایشگاه، جلسه، همایش، صدها کتاب، هزاران سایت. تو خارج کشور، تو رسانه‌های مختلف انواع آدم‌ها رو خریدی، نفوذ دادی که فقط علیه مجاهدین اراجیف ببافن. بعد میگه هنوز کمکاری داشتین؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه با تمام این هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که کردی، هنوز به اون نتیجه دلخواهت نرسیدی و داری میبینی که باز هم جوونا دارن میرن به سمت مجاهدین. خط کانون‌های شورشی داره توی کف خیابون جواب میگیره. حالا برای اینکه جلوی این جریان سمتگیری به سمت مجاهدین رو بگیرن، تو همین دوران قیام شروع کردن به ساخت سریال‌های جدید علیه مجاهدین. و جدیدترین آثار رو ما کی خواهیم دید یا در دست تولید هست؟ امروز ما یه دفتر فیلمنامه ذیل معاونت سیما راه اندازی شده در ماه گذشته، 1-2 ماه گذشته. من آخرین آماری که گرفتم 7 سریال با این موضوع، یعنی موضوعی که امروز مورد بحث ماست در این برنامه، جنایت منافقین، در واقع تاریخ معاصرمون، حوادث پس از انقلاب داشتیم و داریم که بخشش نگارشش تقریبا رو به اتمام و تمام شده، بخشم در حال نگارشه. متشکرم. علاوه بر این، موضوع بستن و محدود کردن مجاهدین همواره اصلی ترین موضوعی بوده و هست که مقامات رژیم در هر نشست و برخاستی با طرف خارجی روی میز میذارن. شاید در یه برهه‌ای عقیده بر این بودش که خب گروهک منافقین یک گروهکی است که در واقع دستش برای همه مردم رو شده و هیچ در واقع طرفداری ندارد، نیازی نیستش که دیگه ما در واقع اسمی از گروهک منافقین ببریم. اما ما نظرمون این نیست. از سال 1400 در واقع یک کار بسیار مشترک و خوبی آغاز شد. یه فشار سنگینی به کشورهایی که میزبان گروه‌های منافقین هستند وارد شد و ما در هیچ ملاقاتی نیست با سفرای کشور اروپایی یا هیئت‌های کشور اروپایی که به قضیه منافقین نپردازیم. ما یک کتاب تهیه کردیم با قطر حدود 600 صفحه. همه سندهایی است که در اروپا و امریکا دال بر این هستش که به اعتراف خودشون گروهک منافقین تروریست هستن و دست در جنایت تروریستی قرار دادن. خب ما اینا رو چقدر میتونیم استفاده کنیم؟ چقدر استفاده کردیم؟ حتما مقامات کشورهای مختلف وقتی داخل کشور ما میان باید از این اسناد استفاده بشه. حتما از خانواده‌های شهدای ترور به عنوان سندهای زنده جنایات تروریستی باید در این موضوعات صحبت بشه. اما مشکلشون اینه که این همه مزخرفاتی که تولید کردن مشتری نداره. مثلا یکی از همین نویسندگان اطلاعاتی گلایه میکنه که ما کتاب نوشتیم ولی کسی خریدارش نیست. متاسفانه ما در حوزه تولید کتاب هم به واسطه تعدد فعالیت‌ها و پرفشار و پرحجم بودن فعالیت‌های دشمنان در حالت انفعال قرار میگیریم. به نظر من میرسه در حوزه کتاب در حد توان و در حد امکان و بر اساس شرایط آثار تولید شده، اما عدم ارتباط مناسب بین بخش هنری و بخش ادبیات به نظر من باعث شده که ما نتونیم اون محصولات تولید شده رو هم به نسل جوان و بعضا برخی‌ها عنوان میکنن که بیشتر جنبه نخبگانی داشته تا در قالب یک کتاب یا رمان در اختیار عموم مردم قرار بگیره. بله، ما ضعف در تولید رمان داریم. حالا چرا کسی خریدار تولیدات شما نیست؟ چون 40 سال فقط داری دروغ تحویل ملت میدی. آخه تو همون تلویزیونی هستی که میای جنایات این نظام رو مالکشی میکنی، قتل نیکا شاکرمی رو جعل میکنی، قتل اسرا پناهی رو جعل میکنی، اعتراف اجباری پخش میکنی، خبرنگارات بازجویی میکنه از ملت. حالا چون میدونن که اگر خودشون علیه مجاهدین حرفی بزنن خطشون پیش نمیره، توی این تلویزیون اینترنتی اطلاعات سپاه خیلی رک و پوسکنده از ایرانیان خارج کشور میخواد که علیه مجاهدین تظاهرات راه بندازن. اون جماعتی که اسم خودشون رو گذاشتن اپوزیسیون کجایی داستان هستن؟ ببین شما بحث چیز دیگه است. بحث اینجاست که آقا همه در ایران نسبت به این قضیه اعلام موضع کردن.
یه نفر توی اپوزیسیون به من نشون بدید وجود داشته باشه به این اعتراض کرده باشه. مادر نزایده بین این کسانی که اسم خودشون رو گذاشتن اپوزیسیونیا میبینن. ببین دوست عزیز، یه جایی هست شما اون کسانی که مخالف هستن با نگاه ما این مسئله رو با تأمل نگاه بکن، ببین من درست میگم یا نه. معذرت میخوام این حرفو بزنم. مثال شما شده مثال کسی که مثل بز نشسته به کشور خودش لگد میزنه و آمریکایی‌ها دارن ازش بهره برداری میکنن، هر بلایی هم میخوان سرش میاره، همینجوری نگاه میکنه. خب الان دیگه رئیس جمهور رو انتخاب کردن، تو نمیفهمی که اینجا باید موضع‌گیری قاطع داشته باشی؟ در اصل شما اپوزیسیون قرارش دادن دیگه. اون الان رئیس جمهور شماست، رئیس جمهور در تبعید شماست تا زمانی که اینها در رویاها و تخیلات خودشون بتونن یه کاری مثلا علیه ایران بکنن. کجای داستان هستی؟ تو بشین نظاره‌گر، میتونی اعتراض بکنی، وزنی داری اعتراض کن ببینم. کف خیابانی تهران ببینم، ببخشید کف خیابان‌های اروپا ببینم وجودش داره یه تظاهرات راه بندازی علیه این تصمیم آمریکایی‌ها. عمرن اگر یک نفری در بین اپوزیسیون پیدا شد این کارو بکنه. اگر انجام دادید من پوشش میدم. اینم خدمت شما عرض می‌کنم. اگر کسی وجودش داشت در بین اپوزیسیون انجام بده من پوشش میدم. من کسی نیستم که بگم نه اینا نمایشی، نه قطعا پوشش میدم. آقا دمش گرم. وجودش عمرن یکی وجودش نداره. شما نشستین آنها برای شما تصمیم میگیرن. اثبات بکنید. اگر خلاف این هست اثبات بکنید. فقط ضریب هوشی این پاسدار یابو در حدیه که اگر با بز مسابقه بده 3-0 باخته. چون آخه اون ایرانی آزادیخواهی که رفته خارج از دست جنایت‌های رژیم شما از کشور خارج شده، میخواد شما رو براندازی کنه، اون که حرف تو رو گوش نمیکنه. و اتفاقا به این میگم پاس گل برای ما، چون داره به واضح ترین و بی پرده ترین شکل ممکن اثبات میکنه که هر کسی که در خارج کشور به مجاهدین میزنه داره بزرگترین خدمت رو به رژیم میکنه و باید به برانداز بودنش شک کرد. چون این رسانه اطلاعات سپاه داره اعلام آمادگی میکنه که بهش پوشش بده. چطور ممکنه که یکی بخواد هم سپاه رو براندازی کنه ولی خود سپاه تشویقش کنه و بهش پوشش بده؟ تو اگر براندازی که نمیتونی کاری کنی که رژیم رو خوشحال کنی. ولی داریم کسانی رو که کارهایی میکنند که توی نماز جمعه آخوندا بهشون امتیاز میدن. مایک پنس او بودا şəxsiyyət siyasi Amerika durdu getdi Albaniya. Əyləşdi o xanımla, əyləşdi münafiqinlə. Dedi İranı idarə edən fəqət bunlardı. Saltanət tələblər. Kim bilir? Saltanət tələb nədir? Onun sərisi saltanət tələblər daraşdılar. Həm Mike Pence'in canına, həm münafiqin canına. 40 ildə münafiqlər nə cinayət eləyibdi, saltanət tələblər bütün pəsəpüsələrini tördülər çölə. جمهوری اسلامی میلیاردlar pul xərcləsəydi o işi görə bilməzdi. به این میگن اتحاد عملی شیخ و شاه. و این آخوند هم توی نماز جمعه ازشون این شکلی ابراز رضایت میکنه. داره ابراز رضایت میکنه چون پاش سفته که کسی که بر علیه دشمن اصلی نظام کار میکنه دیگه برانداز نیست. چرا میگیم دشمن اصلی نظام مجاهدینن؟ چون چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد کسی نمیتونه در این تردید ایجاد کنه که مجاهدین بیشترین سابقه رو در نبرد برای براندازی این نظام دارند و تا به حال هم بیشترین هزینه رو در این راه پرداختند. بهتر از هر کسی هم خود رژیم این رو میدونه، چون هر کی ندونه خود رژیم که میدونه بیشترین کشتار در داخل ایران رو از اینا کرده. یه قلم قتل عام 67، اعدام‌های شبیه 100 تا 100 تای دهه 60، بیشترین عملیات تروریستی در خارج کشور رو علیه اینها کرده. دیپلمات تروریست فرستاده برای بمبگذاری تو جلسه مجاهدین. بیشترین زدوبند و معامله رو برای ضربه زدن به مجاهدین انجام داده. از کودتای 17 ژوئن تا بمباران قرارگاهاشون، لیست تروریستی و بیشترین شیطان سازی رو علیه اینا کرده. انواع و اقسام انجمن‌ها رو براشون درست کرده، علیهشون نمایشگاه درست کرده، حتی تو سوئد جلوی دادگاه حمید نوری. تو نمایش جمعه و هر همایش و اجتماعی هم که برگزار میکنند با شعار علیه مجاهدین شروع میشه و با همین شعار هم تموم میشه. خب به این میگن دشمن اصلی نظام. پس وقتی تو هم میای به مجاهدین یه سنگی میزنی، با رژیم علیه دشمن اصلیش تو یه جبهه‌ای. دیگه هر حرف دیگه‌ای هم از براندازی بزنی رژیم جدید نمیگیره، چون بالاترین امتیازی که میخواست رو رژیم ازت گرفته. دیگه تو هر کاری بکنی زیر اینه. اون خیالش راحته که تو توی براندازی جدی نیستی، وگرنه محال بود که به نیروی اصلی براندازی هم چنگ بندازی. معمای براندازی اینطوری گشوده میشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.